امیرخان هستم، امیری تخلص میکنم. مدیر عمومی فروشات یا مارکتینگ منیجر علمی کمپلکس فارما هستم. در رابطه با فابریکه تولیدی علمی کمپلکس فارما بگویم. فابریکه تولیدی علمی کمپلکس فارما در سال 1399 تأسیس شد و تولیدات خود را در سال 1400 البته با 2 خط تولید شروع کردند و فعلا خوشبختانه علمی کمپلکس فارما 6 خط تولیدی داره که یکی از او خطای تولیدیش خط سفالسپرین هم آوردیم. خط سفالسپرین که در افغانستان اولین فابریکه تولیدی این افتخار را کسب کرده علمی کمپلکس فارما می باشد. در حال حاضر فابریکه تولیدی علمی کمپلکس فارما بیش از 60 قلم دوا تولیدات داره از بخش‌های مختلف و پلان آینده هم داریم که این اقلام ما را بیشتر از 90 قلم بسازیم و این در آینده نه چندان دور اقلام دوایی ما به بیش از 90 قلم دوا میرسه بخیر. و خوشبختانه نمایندگی ها در اکثریت ولایات افغانستان داریم و منظر خدمت به تمام هموطنان عزیز ما در سرتاسر افغانستان هستیم. بیش از 70 پرسنل کاری یا همکارای ما در بخش تولیدات داخلی در داخل فابریکه مصروف کار می باشند و بیش از 50 نفر تیم مارکتینگ ما داریم که در سراسر افغانستان مصروف کارهای مارکتینگ یا بازاریابی علمی فارما می باشند. در مجموع اگر حساب بکنیم بیش از 150 نفر فعلا در فابریکه علمی کمپلکس فارما هم از بخش مارکتینگش و هم بخش تولیدات داخلی مصروف کار می باشند. تقاضای بازار هم روز به روز بسیار زیاد شده رای به تولیدات داخلی، چون عرضه خدمات عالی از آدرس تولیدات داخلی فعلا صورت گرفته میره. نام خدا رقابت‌های بسیار عالی در بخش کیفیت است. رقابت‌های تولیدات وطنی زیادتر پیشتاز هستند و فوکسشان سر کیفیت دوا است که نه تنها علمی کمپلکس فارما بلکه ما شاهد هستیم اکثریت کمپانی‌های داخلی هم از لحاظ کوالیتی و کیفیت دوا بسیار پیشتاز بدن و خصوصا علمی کمپلکس فارما در چی اگر در شعار باشه و چی در عمل باشه که شعار ما هم کیفیت اولویت ماست و در عمل هم همین شعار خود پیاده کردیم که واقعا عرضه خدمات عالی داریم با منظر خدمت تمام نقاط افغانستان هستیم و با کیفیت بسیار بالا. در حال حاضر ما تانستیم که اعتماد اکثریت دکتر صاحبای ما را مریضا را ما کسب بکنیم. فیصدی دقیقش هم گفته نمیتونم و روز به روز به این باور از یا افزوده شده و هیچ وقت باورشان کاهش پیدا نکرده، باورشان افزایش یافته است. و امو کدام وابستگی هایی که ما با کمپانی های خارجی داشتیم فعلا کاهش یافته است. یعنی ما امو وابستگی رو برای فعلا نداریم اون قدری که آنچنانی که سابق وابسته به کمپانی های تولیدی خارجی بودیم حال نیست. تولیدات وطنی یک خو قابل دسترس می باشه با زودترین فرصت و به اصطلاح ساده اگر بگویم که ما با شارتیج دوا بسیار کم مواجه میشیم. یعنی کمپانی خارجی که بود سابقا دوا یک دفعه که شارت میشد خلاص میشد تا 6 ماه دیگه هم همون دوای مصرفی که دوازار بود تو با دسترس مریضا قرار نمیگرفت. یا خوبیشی که هیچ وقت با شارتیج مواجه نمیشه، اگر با شارتیج هم مواجه میشه بسیار کوتاه مدت میباشه، نهایتش 2 هفته را در بر میگیره، باز همون دوای مصرفی در دسترس مریضا قرار میگیره، در دسترس هموطنان ما قرار میگیره. یک خصوص قابل دسترس میباشه دیگه، تازه فکری که تولید میشه در زیر آفتاب و سوزان در گرما و سرما دوا نمیمانه، چون یک شرایط خاص نگهداری خدمه داشته باشه دوا که همون کمپانی‌های وطنی
اونو شرایط خاص خود حفظ کردگی است و از لحاظ کیفیت و کوانتیتی خود حفظ میکنه و سیف میباشه. در بخش سکتور خصوصی مشکلات آنچنانی ما فعلا نمیبینیم، صرف سپورت دولت باید باشه و دولت واقع سپورت میکنه. برای خودتان هم شاید معلوم شده باشه که دست کمپانی اینوی سپورتش برای ما کافی است. این دست کمپانی های خارجی را کوتاه کردن و فعلا خیلی زیاد حمایت همه جانبه از تجارای ملی وطن خود ما دارن. اینی سپورتشان برای ما همه چیز است. یک کدام مشکلات خردریزی که بوده قابل حل است و کدام مشکل خاصی را من نمیبینم. در آینده ما پلانایی داریم که قسمی که افتخار تولید سفالسپرین ما داریم، میخواهیم که همه قسم نوآوری های بیشتر و بیشتر در افغانستان داشته باشیم. در فابریکه تولیدی علمی فارما امی 25 الی 30 قلم دوای جدیدی که ما میخواهیم را بخیر تولید بکنیم که خیلی دوای کم پیداست البته، که نیاز شدید مردم افغانستان داشتن به او و دسترسی بسیار کم بر از این دوا بود که ما این دوا را هم بخیر تولید میکنیم. این پلانای آینده ما هستن که یعنی ما توقف ناپذیر هستیم، به پیش روان هستیم. چیزی که لازم باشه امو دیمند بازار، تقاضای بازار خود دیده، تقاضا و نیازمندی های مردم خود دیده، ما کوشش میکنیم که به اسرع وقت به امو تقاضای از این مردم جوابگو باشیم و تولیدات خوبتر به دسترس قرار بدیم. گفتنی های ما به دکتر صاحبا و هموطنان خصوصا به دکتر صاحبایی است، اگرچه که در این شک نیست دکتر صاحبا همیشه وقت سپورتشان از تولیدات داخلی بوده. اول اونا ترجیح میتن کمپانی وطنی را مصرف بکنن، باز در صورتی که همون دوای مصرفیشان از کمپانی وطنی نداشته باشند و ناگزیر شوند باز از کمپانی خارجی. برای فعلا دکتر صاحبا خیلی حمایت میکنن و ما بسیار زیاد سپاسگزارشان هستیم و تقاضا و پیام ما برای دکتر صاحبا همی است که بگام ما را سپورت بکنن. قسمی که کمپانی های خارجی را مشهور ساختن دکتر صاحبا، با هر رقم مشکلاتی هم اگر داشتن اونا را مشهور ساختن. سپورتشان باید همراه کمپانی وطنی باشه، نه تنها دیگه کمپانی ها بلکه با کمپانی علمی کمپلکس فارما هم باشه که ما بتونیم بیشتر به خدمت دکتر صاحبا برسیم و از مردم افغانستان تقاضای ما که یک ذهنیت خیلی منفی نه تنها به بخش دوای وطنی، در هر تولیدات داخلی یک ذهنیت منفی بر از او ایجاد شده. حال افغانستان به سوی خودکفایی روان است. هموطنان عزیز ما اگر صدای ما را میشنوند، فعلا ما تمام کمپانی های دوایی داخلی وطنی کوشششان به این است که با بهترین امکانات با بهترین کیفیت دوایی به خدمتشان قرار بگیره و اینا سپورت بکنن، به جای که از تولیدات خارجی استفاده بکنن از دوای خودشان استفاده بکنن. پشتوانه دولت خود به نحوه با سپورت کردن تولیدات داخلی تقویت بکنن و حمایت بکنن.